حتما برای شما هم پیش اومده که به دنبال مطالب تخصصی و آموزش برای یک رشته تخصصی خاص باشین، اما هرچی گشتین چیزی که می‌خواستین پیدا نکردین. به گفته برخیا اشتراک یوتیوب یک گزینه قابل دسترسی برای عموم افراده، اما این پلتفرم برای همه حوزه‌های تخصصی گزینه مناسبی نیست. چون اکثر رشته‌های تخصصی محتوای آموزشی مناسبی توی یوتیوب ندارن. از طرف دیگه گزینه قابل اعتمادی برای ارزیابی صحت اطلاعات داده نشده. یودمی یک سرویس دهنده یادگیری آنلاینه که بیش از 57,000 استاد در 130 تا کشور مختلف داره. اگر بخوایم یودمی رو به چیزی شباهت بدیم، میشه ازش به عنوان فروشگاه آمازون دوره‌های آموزشی یاد کرد. این سرویس تا به امروز تعداد کاربران خودش رو به 35 میلیون افزایش داده. مزیتی که پلتفرم‌های آموزشی رو از هم متمایز می‌کنه، محیط آسون و ساده اونه. به عبارت دیگه بسیار ساده است. یودمی استفاده از ویژگی‌های این پلتفرم رو دسترسی به طیف گسترده‌ای از محتوای مفید در دستگاه‌های مختلف از جمله دسکتاپ، لپتاپ، گوشی قرار میده. شما میتونید به مربی خودتون امتیاز بدین و این ارزیابی از شما در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. مزیت‌های یودمی عبارت است از رابط گرافیکی ساده، دسترسی همیشگی به دوره‌ها، امکان تعامل و طرح سوال برای مربیان هر رشته، یادگیری سریع و پوشش طیف‌های مختلف آموزشی از یوگا تا مهارت‌های مدیریت. همونطور که برای همه سیستم‌ها و پلتفرم‌های آموزشی آنلاین صدق می‌کنه، ارزش‌های داده و محتواهای ارائه شده موجود یکی از مهمترین گزینه‌های ارزیابی پلتفرم آموزشی است و بیشتر کسانی که از یودمی استفاده کردن میگن که دوره‌های موجود در این پلتفرم منحصر به فرد هستش. با این حال و شرایط تحریم‌های کشور و خرید سخت دلاری آموزش‌ها، لایسنس مارکت کار رو برای شما راحت‌تر کرده. فقط نیازه تا به سایت ما مراجعه کنی و اشتراک یودمی رو بخری.